رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای شفاعت امتش در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی التماس میکنن و این طبق احادیث صحیح وارد است. برای نجاتشان، برای شروع حساب و کتاب، و این یکی از ویژگی هایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند. اینکه هیچ انسان بدون اینکه پاداش و جزای اعمالش رو ببینه از بهشت، از جهنم وارد بهشت میشه، بخشیده میشه، یا اصلا وارد جهنم نمیشه، این به دست الله سبحانه و تعالی است. آنچه که ما میدانیم این است که کسی که مشرک باشه، کسی که به الله سبحانه و تعالی شرک آورده باشه، الله متعال وعده کرده که اونو نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی نمیبخشه کسی رو که شریک آورده باشه و غیر از اون هر گناهی رو که بخواد میبخشه. الله متعال میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. گناهان رو همه رو میبخشه، اما شرک رو نمیبخشه. کسی گفته که الله متعال شرک رو میبخشه، نه، شرک رو نمیبخشه. حتی به شفاعت پیامبر هم نمیبخشه، حتی به طلب استغفار پیامبر هم نمیبخشه. اینو وعده کرده که نمیبخشه کسی که به الله متعال شرک بیاره. بقیه گناه ها رو ببینید، این که یک انسانی زناکار است، عمل زشتی انجام داده، گناهی انجام داده، غیبت کرده، بهتان کرده یا کارهای زشت دیگری که انجام داده، این تا ابد در دوزخ نمیمانه. به مقدار عمل زشتی که انجام داده عذاب میشه و بعد از اون با شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زندان، از جهنم آزاد میشه و وارد بهشت میشه. حتی در حدیث طولانی هست آخرین شخصی که از دوزخ وارد بهشت میشه فکر میکنه که دیگه هیچ جایی در بهشت برای اون نمانده. قصه طولانی است، در حدیث اومده. به این معنی است که گناهکارهای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه جزای اعمالشان رو میبینن وارد بهشت میشن، غیر کسی که شرک آورده باشه. مؤمنین به هر شکلی که شده در آخر بخشیده میشن و وارد بهشت میشن.